سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالله جان خیرت باشه، در فکر فرو رفتی؟ یک سوال است که همیشه مرا درگیر خود ساخته. بپرس، میشه که من در پاسخش همراه کمک کرده بتوانم. الحمدلله ما مسلمان هستیم، بدون شک به این باورمند هستیم که خداوند جل جلاله وجود داره. سوال ما در این قسمت است که اگر وجود داره چرا دیده نمیده؟ واقعا خیلی یک سوال جاندار است. این سوال نه تنها که کفار بلکه اکثر مسلمین میپرسند. میگن وقتی که خدا هست چرا ظرفیت دیدنش پیدا کردن؟ به خاطر اینکه به پاسخ از این خوبتر بپردازیم و صحیح درک بکنی، ما میخوایم امروز تو سوال و جواب داشته باشیم. آیا ما میکروب هایی که در یک گیلاس آب وجود داره، میکروب هایش دیده میتوانیم؟ نخیر. آیا عقلی که ما داریم یا همه انسان ها دارن دیدش میتوانند؟ آیا محبت دیده میشه؟ پس یادت باشه هر اون چیزی که دیده نمیشه دلیلی بر عدمش نمیتونه باشه. یعنی چیزی که ما دیده نمیتونیم با چشم ناتوان ما نباید کتمان بکنیم، نباید از حقیقت خدا بپوشانیم که وجود نداره. اما اگر ما تو میکروسکوپ بیاریم با چشمان خود میتونیم میکروب ها را مشاهده بکنیم. پس هر چیز به خاطر شناخت خود وسیله داره، هر چیز ابزار داره. حالا به خاطری که سوالت جوابش دریافت بکنیم، از چند وجه انسان ها ضعیف هستند، به می لحاظ دیده نمیتونند. وجه اول از لحاظ جسم، انسان حقیقتا از یک اسپرم ناچیز خلق شد. اگر ما در یک دوره زمانی ببینیم امروزه احصایه شده که 8 میلیارد نفوس یا انسان ها در روی زمین زندگی میکنند. تمام اینها را یک جا بسازی ظرفیت دیدن خدا پیدا کردن. یعنی خدا جل جلاله در یک دوره زمانی مثل ما و تو به میلیاردها مخلوق خلق کرده. پس از یک وجه از لحاظ جسمی ضعیف است. از وجه دیگر عقلی که خدا جل جلاله برای انسان ها داده محدودیت. مثلا محدودیتش به خاطر که ثبوت شود از عذاب جهنم اصلا درکی نداره، از جنت اصلا درکی نداره. به مولا کفار ایمان به روز آخرت ندارد. چرا؟ به اساس عقل پیش میره. پس عقل هم ظرفیتش محدود است، ناتوان است. از وجه دیگر ایمان انسان ها ضعیف است، ظرفیت معنوی پایین دارند. پس ابزار شناخت خدا تقویه و رشد ایمان است. بدون رشد ایمان ما تو خدا را دیده نمیتونیم. خدا جل جلاله فرمول میده، میگه اگر میخوای مرا ببینی شما اعمال صالح، اعمال نیک انجام بدید. اگر آرزوی دیدار مرا دارید، پس کار خوب راهی است که ما میتونیم خدا جل جلاله او را ببینیم. واقعا که همین گونه است.